این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. در درس گذشته برخی از علائم و نشانه‌های حالی قیامت ذکر کردیم که به او علائم وسطا، نشانه‌های وسطی قیامت گفته می شد. یعنی همال ما و شما در حال مشاهده او هستیم. از جمله علائم وسطا و وسطی قیامت که در حال مشاهده او می باشیم اینه که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید و ان یلعن آخر هذه الامت اولها. آخر امت مردان اول امت لعنت میگن، اونا را دشنام میدن که از او جمله میتونیم روافض را هم ذکر بکنیم که حضرات اصحاب مبارک پیغمبر خدا علیه السلام دشنام میدن، ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی و بلکه همگی صحابه را معاذ الله مرتد میدانند و به همین ترتیب خوارج میتونیم ذکر بکنیم که به حضرت عثمان غنی رضی الله عنه بد و بیراه میگن و جناب حضرت علی و حضرت معاویه امیر المؤمنین رضی الله عنهما را کافر میگن معاذ الله. از او جمله میتونیم که مودودی را هم ذکر بکنیم، فرقه مودودیت که نسبت به جناب حضرت عثمان غنی و همچنین جناب حضرت امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنهما بیادبی و گستاخی میکنند. از او جمله کسانی که خود را به مذهب وابسته نمیدانند، غیر مقلدین را هم میتونیم نام ببریم که به حضرات سلف صالحین رحمهم الله ارزش و حیثیت قائل نمی باشند، بلکه به جناب حضرت امام الائمه حضرت امام اعظم صوفی کوفی نعمان ابن ثابت رحمه الله دشنام میدند و طعنه میزنند و مذهب او را لغو و پوچ و خالی از دلیل میدانند. و از جمله همین علائمی که در حال مشاهده او هستیم، علائم وسطی قیامت، همینه که کافرها دست به دست همدیگر میدن به خاطر ای که بر مسلمان ها غلبه بکنن. پیغمبر خدا علیه السلام فرموده که زمان خواهد رسید که کافرها از هر قطر و از هر ناحیه با همدیگر جمع میشن و ملت های مسلمه و امت مرا مثل لقمه وری قرار میدن، یعنی لقمه خورده شده
قرار میدن اونا، که این را ما و شما مشاهده میکنیم که در اکثر کشورهای اسلامی میبینیم که یا بلوک شرق یا بلوک غرب بر از اونا میخوان که حاکمیت و تسلط پیدا بکنن و از طرف دیگه مسلمان ها هم همینطور کم و توم به این فکرن که یک نظام تشکیل بشه و یک وحدت امت مسلمه به وجود بیاید و کشورهای اسلامی با دست در دست همدیگر بدن و یک ارتش اسلامی تشکیل بدن. همین حالت که بروز میکنه یعنی کافرها با هم متحد میشن و مسلمان ها هم یک دیگر فرا میخوانند به خاطر ای که در مقابل کفار استادگی بشه. بعضی از متدینین و مسلمان ها که اولیاء کرام و اشخاص نیک امت پیغمبر خدا علیه السلام آنها راهی مدینه منوره میشن به پشت سر یک شخصی که او صلاحیت داشته باشه که امت را از این دربدری و از این بیچارگی نجات بده. به دنبال همیتو کس میپالن که این شخص تولد میشه به نام محمد ابوالقاسم، نام او هم نام پیغمبر علیه السلام، کنیه او هم ابوالقاسم، کنیه پیغمبر خدا علیه السلام، از اولاد نبی خدا علیه السلام که در برخی روایات او را حسنی میگن، در برخی روایات حسینی میگن و حضرات محدثین رحمهم الله بیان کردند که میشه یکی از پدر یا مادر این شخص از اولاد حضرت حسن ابن علی رضی الله عنهما باشه و دیگری از اولاد حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما باشه که ملقب به مهدی می باشه. یعنی در نزد اهل سنت والجماعت کسرهم الله تعالی این شخص از این به بعد تولد میشه، در آینده تولد میشه. این طور نیه که اهل تشیع گمان میکنن که جناب حضرت مهدی فرزند حسن عسکری امام 11 اهل تشیع باشه و او در سنین 6-7 سالگی به ترس و از ترس خود حکام زمانه که او هم بچه کاکاقیله، یعنی خود حاکمه های عباسی، او فرار کرده باشه، راه گریز اختیار کرده باشه و به غار سر من راه به اونجی پت شده باشه و هرگاهی که عاشقین او زیاد بشه و طالبین او زیاد بشه باز بعداً ظهور بکنه. ظهور مهدی نیه بلکه امارت مهدی رضی الله عنه و رحمه الله می باشه که شخص تولد شده، یعنی میشه در قرب قیامت. این علائم کبرای قیامته. اولین علامت کبرای قیامت همیه که به دنبال مهدی میرن. شخص تولد شده در مدینه منوره به اون جهت میرن تا ای که او را به عنوان امیر المسلمین و امیر المؤمنین او را تعیین کنن تا ای که مسلمان ها را از جور کفار و از این همه طغیان و بغاوت کافرها نجات بده. و به خاطری که او طالب امارت نیه مثل نفرهای امروزی، او طالب چوکی و قدرت نمی باشه و از این مسئولیت خیلی شانه خالی میکنه. به مجردی که
میدانه که همینطور اشخاص آمدن تا با او بیعت بکنند، از مدینه منوره میره و مکه مکرمه. و همین اولیاء خدا هم، همین دوستان خدا هم از امت اسلامی و پشت سر از اونا میره به مکه مکرمه، در حالی که طواف میکنه جناب حضرت مهدی به همو طوافگاه با ایشان بیعت میکنه و امر امت اسلامی با آنها میسپاره. اینجیه که جناب حضرت مهدی میشه امیر المؤمنین، امیر امت اسلامی، و بعد از او میان به طرف خراسان زمین که افغانستان هم همین خراسان زمین اکثرا افغانستان می باشه. از رشت و مازندران ایران شروع، مشهد، سبزوار، سرخس و هرات به می ترتیب میره به بادغیس و میره تا با ماوراء النهر به ترمز و ازبکستان به این طرفا. اینا همگی می باشه خود خراسان. به 2 سال لشکر خود را آماده میکنه جناب حضرت مهدی و با بیرقهای سیاه جناب حضرت مهدی قیام میکنه و حضرت نبی خدا علیه السلام میفرماید که یک روز هم، یک ساعت هم که از قیامت بمانه بازم مهدی موعود تشریف فرما میشه، یعنی حتمیه میه. لحاظا بعد از این که لشکر خود در 2 سال آماده میکنه از خود خراسان زمین، اونا به یک قیام عمومی شروع میکنن و 5 سال ایشان در نبرد میباشن. در یک نبرد به همراه هندوستانی ها نبرد میکنه، به همراه هندوها، و هندوستان فتح میکنه و پادشاهان هندو را به غل و زنجیر و زولانه میکشن و چند نبرد با اروپایی ها داره. بعد از این که طرف آسیا خلاص میشه، تشریف میبرن به طرف خود عراق و این طرف ها، یعنی به طرف ترکیه، و یک جنگ به همراه خود اروپایی ها میکنه، نصرانی ها که امروزه میباشه، عیسوی ها که امروزه میباشه، و یک شکست بسیار فاحش نصرانی ها رو میده و خیلی اسیر میگیرن از لشکر نصرانی ها. همین کلانهای نصرانی ها تقاضا میکنه که اسیرهای ما ریاله بکنه، ما به شما اینقدر و اینقدر چیز میدیم و مال، لیکن قبول نمیکنن. این دفعه باز زورآزمایی دیگه میشه، نصرانی ها با هم دیگر گرد هم میان و یک لشکر عظیم دیگه تشکیل میشه و جناب حضرت مهدی هم لشکر مسلمان ها را آماده میکنه و در خود اعماق یک محل می باشه. به او قسمت هنگامی که لشکر آماده میشه، از خود خوف و هراس لشکر نصرانی ها 1/3 لشکر حضرت مهدی فرار میکنه که گناه اینا اینا اینطور گناه کردن که توبه از اینا دیگه بخشیده نمیشه و یک جنگ شروع میشه، 1/3 دیگه لشکر شهید میشه و 1/3 دیگه لشکر فاتح میشه و نصرت و فتح و ظفر از آن از اونا میشه. و این وقتیه که نصرانی ها یعنی عیسوی ها بر ترکیه امروزی مسلط میشن، ترکیه رو به تحت اشغال خود میارن. قسطنطین که گفته میشه استانبول امروزه، او مرکز از اونا قرار میگیره، مثل سابق وری که مرکز خود رومی ها بود یعنی نصرانی ها، بازم مرکز از اونا ترکیه و استانبول و قسطنطینیه قرار میگیره و جناب حضرت مهدی قسطنطین فتح میکنن. بعداً میرن به طرف خود شام، به طرف بیت المقدس. از این طرف
دجال و ظهور میکنه. دجال جناب نبی الله علیه السلام میفرماید جوان گندم رنگ و موهای بسیار چخچخوکی داره، یعنی قطط که به زبان عربی گفته میشه، یعنی خیلی پیچیده موی. و این شخص شبیه عبدالعزا ابن قطن می باشه که چشم راست او کوره، چشم چپ او بدر آمده. و این نفر اصلا تولد میشه در مابین شام و عراق، در این قسمت تولد میشه و بعداً ظهور میکنه در اصفهان ایران و عروج میکنه، خیلی قوت میگیره در خراسان زمین که باز هم همین افغانستان اینا میباشه نمو مهد خراسان زمین. لیکن اکثر خود پیروان او یهودی ها و زن ها میباشه. 70,000 نفر این سپاه و لشکر داره. همین زن ها که از زود معتقد میشه به یک شخص، اما از یک شخص خارق العاده ببینه سعی نمیکنه که این سحره، این اهانته، این استدراجه، این فرق زو کرامت نمیکنه، میگه هر چی که دست یک شخص بیرون شد کرامت. دجال هم که هست همینطور یک شخصیه که پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید به مثل بادوری حرکت میکنه، یعنی تمام زمین این نفر میچرخه، فساد پخش میکنه، حرکت او مثل بادوری، یعنی خیلی سریع السیر در گسترش میشه. و یک خر هم داره دجال که بین دو گوش از او، فاصله دو گوش از او 40 گز میباشه و صاحب جنت و دوزخ هم است. یعنی بعد از اینکه دعوای پیغمبری میکنه و پیغمبری اکتفا نمیکنه، دعوای خدایی هم میکنه. کور مادرزاده شفا میده ظاهرا، ابرس و پیسه که ما شما میگیم او هم شفا میده، دست خور میکشه و گنجینه ها داره. و پیش هر کس که بره، پیش هر قوم که بره، در صورتی که او را تأیید بکنه صاحب ثروت میشه او گروه و خود مالها از اونا خیلی و حیوانات از اونا پر از شیر میشه، چاق میشه، دگه میشه، یعنی به ترفه میرسن. او کسی که باز مسلمان ها که تکذیب بکنه و او را نکوهش بکنه و دعوت از او قبول نکنه، به اساس ندا از او که به ثروت ها از اینا، به مال ها از اینا و به همین تمام دارایی از اینا صدا میکنه، همگی به مثل یک گروه از خود زنبور به دنبال از این میره. اونا لق و دق و همینطور مسکین باقی میمانه. همینطور حالات که زنها ببینه خب میگه البته بالکل خدا هست دیگه. پس بی خاطر اکثر متبعین دجال زنها و یهودی های و این نفرم هر کسی که مخالف با او باشه میکشه، هر کسی که موافق با او باشه او را خیلی عزت میده، یعنی به گفته دیگه به جنت میبره یا به دوزخ میبره، که جنت او در حقیقت دوزخ و دوزخ او در حقیقت جنت میباشه. و به پیشانی از او کاف ف ر نوشته، یعنی کافر. مسلمان میبینه لیکن همکیش او، هم طبیعت از او نمیبینه. لذا ای هم پخش میکنه خود همو فساد در روی زمین تا ای که میرسه به خود شام میرسه. مسلمان ها هم به هر جایی که میره از دستش فرار میکنن، چون توان مقابله ندارن، یا جهاد میکنن کشته شهید میشن، یا ای که فرار میکنن از این جی به اون جی، از این جی به اون جی، تا ای که به یک خود محل به نام عنیق در اردن اینا جمع میشن. مسلمان ها به 3 شهر همینطور جمع میشن با هم دیگر مسلمان ها و
همی دجال بعد از اینکه محاصره میکنه، این زمانیه که جناب حضرت مهدی هم تشریف داره در خود شام، در اون قسمت های اردن و بیت المقدس به این قسمت ها وجود دارن با لشکر خود، و گویایی که بگم لشکر حضرت مهدی و محاصره خود دجال قرار میگیره و محاصره تنگ میشه، به می عمیق یک حمله میکنه و یک چیز از مسلمان ها شهید میکنه. و بعدا جناب حضرت مهدی اینا همینطور یک نصیحت میکنه به این مسلمان ها. در این وقتا دیگه بالکل اسلام ضعیفه. اسلام ضعیفه. به چی خاطر ضعیفه؟ به خاطری که عداوت ها خیلی زیاد میشه. این میگه این کشته شه خوش میشه، او میگه این کشته شه خوش میشه، و علم هم رخت بربسته. به این خاطر اسلام ضعیفه. تمام سربازان مهدی صاحب بعد از اینکه شهید میشند و به این ترتیب زنده میرسند به اون منطقه، 1200 نفر، 800 نفر مرد میباشه، 400 نفر زن. و اینا رو یک نصیحت میکنه که همون احدى الحسنیین دیگه، خب جهاد بکنیم یا فتح و پیروزی از ما و شما نه، یعنی حمله بکنیم، یا ای که شهید میشیم دیگه. یکی از این دو راه. با جناب حضرت مهدی موعود بیعت میکنن دمی 1200 نفر که فردا صبح انشالله ما این محاصره رو میشکنیم، حمله میکنیم بالا خود سپاهیان دجال و خود دجال، هرچی که شد دیگه یا شهید میشیم یا فتح میکنیم. که ناگهان همی از طرف صبح که میشه نزدیکای سحر یک آواز ظاهر میشه و آواز داده میشه که ناجی شما رسید، که او وقت ظهور و تشریف فرمایی و نزول حضرت عیسی ابن مریم روح الله علیه الصلاة و السلام می باشه. جناب حضرت عیسی روح الله به همین وقت به بیت المقدس به پیش یک مناره سفید از آسمان پایین میشن، در حالی که یک دست مبارک از اونها بالای شانه حضرت جبرائیل امین و دست دیگر مبارک از اونها بالای شانه حضرت میکائیل علیهم السلام می باشه. و لباس زرد رنگ دارن، یعنی ردا و ازار، تمان و پیرن به گفته ما و شما زرد رنگ می باشه، و همینطور سرخ رنگ می باشن، سرخ و سفیدی که سرخی غالبه، گویایی که از حمام بیرون شده باشه، همینطور یک سرخ رنگی داره. هنگامی که سر مبارک پایین میکنن، اما خود عرقهای مبارک از اونا تو میچکه مثل مروارید وری، هنگامی که سر مبارک بالا میکنه این تو کشال میخوره عرق از اونا، مثلی که از گفتیم حمام بیرون شده باشه، میان قد میباشه جناب حضرت عیسی علیه الصلاة و السلام. و اینا تشریف میارن به پیش لشکریان حضرت مهدی، در حالی که حال میخوان نماز صبح ادا بکنن. حضرت مهدی جلو شده و حضرت عیسی روح الله تشریف میاره و خود معرفی میکنه که عیسی ابن مریم علیه الصلاة و السلام میباشه، و به اینجی حضرت مهدی میخواه پشت سر بیایه و حضرت عیسی جلو بکنه. حضرت عیسی روح الله میفرماینه و امامکم منکم، پیغمبر فرموده علیه الصلاة و السلام که امام شما از شما. همین نماز صبح جناب حضرت مهدی نماز میده، حضرت عیسی روح الله با پشت سر ایشان اقتدا میکنه. بعداً باز حضرت عیسی هم که دست مبارک از اونها یک خود نیزچه میباشه، نیزه خورده، میفرمایه حمله میکنه. دستور جهاد جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام میدن. بعد از این که حمله یعنی بیرون میشن از اون منطقه، از اون قلعه که در ازو هستن به تحت محاصره، حضرت عیسی اشاره میکنه که شما غرضدار نباش، مر بگذاره، ما میباشم مدافع شما. نفس حضرت عیسی روح الله نفس مرگ آوره میباشه. جناب نبی الله علیه السلام میفرماید که به هر جایی که
نفس مبارک حضرت عیسی برسه کافر به اونجا کشته میشه، میموره و نفس او به اندازه منتهای بصر او میباشه، به هر جا که دید او بفته کرد، 1 کیلومتر، 500 متر، بیشتر کمتر، کافره که نفس مبارک حضرت عیسی به او مصادف میشه او میموره. این حالت که میبینه لشکر خود دجال سراسیمه میشه، پا به فرار میگذارن و خود دجال هم پا به فرار و جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام به دنبال از اونا حرکت میکنه و به این جهت باز کشتار صورت میگیره. یهودی ها که اکثرا میباشند از جمله متبعین، بلکه عقیده یهودی ها امروز همینه که اونا میگن دجال امام عادل میباشه، او که بیایه زندگی ما آرامش پیدا میکنه، او که بیایه ما غالب میشیم بر تمام خود ملت ها. عقیده امروزی خود بنی اسرائیل یعنی اسرائیلی ها همین میباشه. خب کشت و کشتار شروع میشه و یهودی ها پشت خود هر سنگ و چوب که میرن، همون سنگ و چوب به فریاد میاد که هذا الیهودی هذا یهودی ورایی فقتله، و مجاهد خود از صدا میکنه که این پشت سر خزه کرده ایر بکش. مگر یک درخت که ما شما در زبان فارسی به او کاکتوس میگیم، درخت هست که تمام از او خاردار میباشه، هم برگازی تو لک دو طرف از او خاردار، تنه از او هم خاردار. و امروز هم که هست به اسرائیل فلسطین اشغالی همی درخت خیلی میکارن و میفهمه که نبی بر حق و صحیح فرموده و همین خیلی دوست دارن. همون درخت که هست اینا رو پناه میده، دیگه هیچ کس و هیچ چیز نه زندجان و نه خود موجودات حیه و غیر حیه ایر پناه نمیده، تا ای که جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام به باب لد که امروزه هم خود تقریبا بگم مرکز نظامی اسرائیل میباشه یا فرودگاه نظامی اسرائیل میباشه، به همون قسمت دجال و تحت فشار قرار میده و او رو میکشه. همین مسلمان ها از بس که از خود این دجال آسیب دیدن و ضربه دیدن و هر جا دیگه از این شهر به این شهر فرار کو، از این شهر به اون شهر فرار کو، مال خورد دست بده، اولاد خود خورد دست بده، زن و فرزند، مال و منال و دارایی، اینا تعجب میکنن که ایش تو میشه که این دجال کشته شده باشه. مثل بنی اسرائیل که تعجب میکردن که فرعون ایشته خرق شده باشه و مرده باشه. حضرت عیسی روح الله نیزه خود نشون میده اثر که از کشته شدن خود دجال و خونالود شدن این نیزه هسته، او نشان میدن، تصدیق میکنن همگی به که دجال کشته شده. به این دیگه جناب حضرت عیسی روح الله همینطور تا میخواهند آرامش پیدا بکنند و امت با آرامش برسه که نسبی رسیده، از جانب خداوند تبارک و تعالی بیشان وحی میشه که ما بعضی از بنده های خودکار اونا ما بروز دادم که توانایی مقابله با آنها هیچ کس نداره، لحاظا همگی مسلمان ها جمع بکو، برو به کوه که در بیت المقدس می باشه به اونجا پناه بگیر. به اینجا دیگه همون نصرانی های هم که بوده، اون نصرانی ها هم که از خوب شرف ایمان مشرف شده، زیر حضرت عیسی روح الله میبینه که به طرف نبی الله علیه السلام محمد مصطفی علیه السلام دعوت میده به دین اسلام، همه مسلمان میشه، عقیده نصرانیت از بین میره و صلیب شکسته میشه، خنزیر کشته میشه، همه خنزیر باقی نمیمونه و جزیه رفع میشه، یا اسلام یا کشتن، دیگر راه وجود نداره. خلاصا این مسلمان ها همگی به یک کوه پناه میبرن به تحت فرماندهی جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام. این گروه که میایه یعجوج و معجوج. یعجوج و معجوج از اولاد یافس بن نوح، یعنی یافس فرزند حضرت نوح علیه السلام از اولاد از اونا باشه و یک گروهی که من کل حدب ینسلون، پیغمبر خداوند تبارک تعالی در آیات قرآن عظیم شان میفرماید و پیش روی از اینا هیچ کس استادگی کرده نمیتونه.
یک قوم وحشیه دیگه بالکل هیچ کس. و آنقدر اینا جمعیت دارند که بالکل شماره نمیشه. یک لک و 2 لک و 3 لک بالکل به تحت حد و حصر نمیاد. تمام زمین اینا به گفته خود از اونا فتح میکنه و میگیره زمین تا ای که میرسن به شام، به بیت المقدس، به فلسطین میرسن. به اونجی خود حضرت عیسی و مسلمان ها به تحت محاصره قرار میدن و خوشن به که اینا محاصره که باشه خود اقتصاد به زینا نرسه. واقعا به تحت محاصره شدید اقتصادی قرار میگیره. پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه به اندازه محاصره بالای حضرت عیسی و متبعین از اون تنگ میشه که یک کله گویر اگر به 100 دینار کسی بده هم به 100 مثقال طلا بازم میگیرن اینا. از بس که محاصره اقتصادی والدین زیاده و نمیتونه که چیزی به زینا برسه. اینا چی میگه؟ میگه قتلنا من فی الارض و نقتل من فی السما. بیا حالا ما که هست زمینی ها را همه کشتیم، حکومت ما ثابت و مستحکم، پس بیا همین آسمانی ها را هم بکشیم ده. تیرهای خود به طرف آسمان میزنن، به دستور خداوند تبارک تعالی تیرها از اون خونالود پس برمیگرده. به گمانی که اینا منفی السما را هم کشتن. محاصره که تنگ میشه و توان مقابله نیه، خداوند تبارک و تعالی اینا رو یک دم هلاک میکنن. به می گردن ها از اینا یک ما شما خراج میگیم، دانه میگیم، هرچی که میگیم، همینطور دانه های به وجود میاد و گردن ها از اینا و همین 200 لک یا 5-6 لک هرچی که هسته مثل یک نفر وری یک دم همگی میمارن. به اینجی محاصره مشکنه. محاصره خلاص شد. حضرت عیسی روح الله و جناب مسلمان های دیگه پایین تشریف میارن و میبینن که بالکل از 7 خر گنده کرده، هر کدوم از اینا بیشتر بوی میده. این روی زمین طاقت نمیشه. خداوند تبارک و تعالی همین پرنده ها رو به وجود میارن که گردن ها از اینا مثل گردن شتره. همین خود پرنده ها اینا رو میگیره، لاشه ها از اینا و میندازه به خود گودال ها و دره ها و میمونه فقط همین جاغورا مرمی از اینا و تیرها از اینا که تا 7 سال بنابر فرموده پیغمبر خدا علیه السلام همین مسلمان ها آتش میدن، هنوز خلاص نمیشه. به اندازه این عسکر و لشکر بوده. و بعداً باز یک بارش خداوند تبارک و تعالی میاره که به اساس او بارش دیگه زمین بالکل شسته میشه از زمین چربی ها از اینا، از زمین خون از اینا و چرک و دگی از اینا. زمین بالکل پاک میشه، زمین صاف میشه. اینجی مان فقط حضرت عیسی روح الله و مسلمان ها. به اونجی دیگه برکت های زمین باز شروع میشه. عداوت ها بالکل گم شده. این انسان ها بالکل عداوتی با هم دیگر نداره و بلکه حیوانات با هم دیگر عداوت نداره. گرگ به مثل سگ گله میشه، شیر همو شیر بودن از او، پلنگ همو پلنگ بودن از او، همگی از دست میره. مثل گربه بری که یک چیز عادی میباشه و داخل خانه ها به همراه انسان ها زندگی میکنه. یعنی عداوت ها گم میشه. زمین برکت خود خور بروز میده به اندازه که یک دفعه شیردوشی شتر یک قبیله یعنی 10,000 نفر 20,000 نفر بس میکنه. یک انار که هست او چند نفر 10-20 نفر بس میکنه و مو پوست انار این مثل یک قبه قرار میگیره بالا سر از اینا. یعنی به اون اندازه کتا و کلان که اینا میتونه به عنوان سایبان و چتری خود خوب استفاده بکنه. جناب حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه السلام ازدواج میکنن. 33 ساله بوده حضرت عیسی روح الله که به آسمان تشریف برده. بعدن که تشریف فرما میشن 40 سال بعد از تشریف فرما شدن، یعنی 40 سال میمانن بروی زمین، بعدن بعد وفات میشه جناب حضرت عیسی روح الله. مطلب ازدواج میکنن با یک دختر از قبیله جذام از اولاد حضرت شعیب علی نبینا و علیه السلام و خداوند به ایشان اولاد میده. بعضی میگن در برخی روایت آمده که یکی به نام محمد
و دیگری به نام موسی. این دو فرزند از اونا می باشه. و 19 سال بعد از خود ازدواج جناب حضرت عیسی روح الله علیه السلام وفات میکنه. با که تشریف میبرند به خود حج، تشریف میبرند به مدینه منوره، تشریف فرما میشن، به روضه مبارک پیغمبر خدا علیه السلام میرن، سلام میگن بر نبی الله علیه السلام و جواب سلام از روضه مبارک پیغمبر خدا علیه السلام به ایشان میرسه. و بعد از این همه امور و ای که به طبق شریعت مبارک پیغمبر خدا علیه السلام عمل میکنه حضرت عیسی روح الله، 19 سال بعد از ازدواج یا به عبارت دیگه 40 سال بعد از تشریف فرما شدن به روی زمین حضرت عیسی روح الله وفات میکنه. و مسلمان ها بعد از او با یک نفر به طبق وصیت جناب حضرت عیسی روح الله با یک نفر به نام مقعد از قبیله بنی تمیم بیعت میکنن. و این نفر هم چند سال هست شریعت اسلامی پیاده داره، اینا هم که هست وفات میکنه. مجموعاً 120 سال بعد از وفات حضرت عیسی روح الله و ای که در کنار پیغمبر خدا علیه السلام در مدینه منوره به خاک سپرده میشن، حضرت عیسی روح الله 120 سال بعد از وفات حضرت عیسی روح الله قیامت شروع میشه. لیکن او چگونه؟ او بی ترتیب که بعضی از خود موضوعات دیگه هم پیش میشه. مثلا خود طلوع شمس از مغرب یه هم یک علامت کبرای قیامته. خورشید همیشه از طرف مشرق میره، مغرب غروب میکنه، لیکن یک دفعه مثل چرخه چاه که یک دفعه به عقب برمیگرده، بعد از اینکه خلاص میشه چرخه به چاه میرسه، یک دفعه یک چرخش پسته داره، این هم همینطور یک دفعه به عقب برمیگرده. به عقب که برمیگرده این هم یکی از علائم قیامت. لیکن اینطور نیه که ثابت باز باقی بمانه، پس همو حرکت خودخور میگیره. لیکن در همین وقت همو نمازی که به مو وقت باز لازمه دوباره خوانده میشه دیگه. دوباره خوانده میشه. بعضی حتی میگن 2 روز مثلی که به عقب برگشته باشه از مغرب که غروب بکنه، پس اون نمازها دوباره باز خوانده میشه چون که وقت دوباره آمده دیگه. و همچنین در خود سرزمین یک خسف فرو رفتن مردم، یکی به مشرق زمین میشه، یک خسف و فرو رفتن زمین سونامی که به اصطلاح امروز میگن او به مغرب زمین میشه، و یک خسف و به فرو رفتن هم در شبه جزیره عربستان میشه، خسف میشن. مثل که در زمان دجال 3 زلزله صورت میگیره در مدینه منوره. منافقین و اشخاص دنیا پرست و فلان اونا که هست میاین از مدینه بیرون میشن که دوباره دیگه سرزمین زلزله خیز شده و پیرو لشکر دجال میشن. به امر دجال میرن با خود شام تایی که به اون یواز کشته میشن و فلان. به اینجا هم 3 خود خسف و فرو رفتن در زمین، در مشرق زمین، مغرب زمین و سرزمین حجاز، این از جمله علائم خود کبرای قیامته. و همچنین یک دود باز پیدا میشه، دخان، یک دود بالا میشه از زمین که مسلمان ها مثل هیئت زکام وریم که بینی بند باشه و گپ زکامت که لکتر از دهان از بیرون بشه، نمیتونه یک حالت زکامی گرفته میشه. کفار و منافقین بگیم اینا دیگه باز یک هیئت به مثل که سر یک نفر برشته بشه، همینطور سرخ بزنه، همینطور سراز اینا سرخ میزنه و برشته میشه. این که بعد از وفات مقعد 33 سال بعد از وفات مقعد به اونجی باز قرآن شریف از سینه ها برداشته میشه. جناب حضرت ابن مسعود حبر الامه رضی الله عنه میفرماید که قرآن شریف را بخوانید، قرائت بکنید، تلاوت بکنید پیش از این که برداشته بشه از زمین. قرآن شریف از سینه ها برداشته میشه. اون قاری و اون حافظ بالکل نمیتونه قرآن شریف بکنه.
حتی این مصاحف قرآن عظیم شان ورق است لیکن سیاهی بجان از وجود نداره. و همین موضوع دود و همچنین خود خسوف بمی اوقات پیش میشه، بمی وقتها. و آخرین چیزی که موجود میشه او آتشه که در عدن در یمن او برافراشته میشه و همین آتش که هست سبب میشه از برای که مردم به هراس بشن، با پشت سر مردم میایه به هر جایی که اینا خواب باشه او هم که هست انتظار از اینا رو میکشه و صبح که باشه به دنبال از اینا تا یک اینا به صحرای محشر یعنی به شام همه اینا جمع باشن. خب پیشتر از او یک دابة الارض هم یه علامت کبرای قیامت. این دابة الارض یک خروج داره به صحراهای یمن، یک خروج داره به جزیره العرب، به مطلق جزیره العرب، یک خروج داره به داخل مسجد الحرام، به بین خود صفا و مروه تا خود زمزم. به می قسمت ها این دابة الارض خروج میکنه. اینطوریه که تولد باشه و حیوان باشه تولدی نه، خروج میکنه، یعنی از نر و ماده پیدا نمیشه، خروج میکنه. و به دستی دابه دیگه این مهر جناب حضرت سلیمان و عصای حضرت موسی کلیم الله علیه السلام اینجا دیگه باز مهر زنی شروع میشه. مهر میزنه به پیشانی شخص مسلمان، مهر میزنه به پیشانی کافر که ای باز گیه کافران و همینطور مهر زنی شروع میشه. بعدا یک نسیم خوشگوار میایه، مسلمان ها همگی وفات میکنه و به اینجا دیگه باز زمین میمونه به کافر طایفه، زمین به کافر طایفه میمونه. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید یتهارجون تهارج الحمار، به مثل این الاغ ها و مرکب ها که یکی بالا دیگه سوار میشه همینطور هرج و مرج میاد دیگه کافره. مسلمان طایفه به اینجا وجود نداره. در حدیث میاد که همینجی قیامت به مثل یک شتر ماده که پا قروا کشیده باشه و عنقریب بخواه همون جنگشته روز تولد بشه، همینطور قیامت در شرفگیه، در شرف وقوع باشه. خداوند تبارک و تعالی دستور میده به جناب حضرت اسرافیل علیه السلام که شیپور بزنه، تمام نظام عالم در هم و بر هم میشه. و طبق فرموده پیغمبر خدا علیه السلام لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض الله الله، قیامت برپا نمیشه تا هنگامی که به زمین الله الله گفته نشه. یعنی هرگاهی که الله الله گفتن و ذکر و اذکار از بین رفت، خوب مسلمان ها که وفات بکنه همگی با کافر طایفه میمانه دیگه زمین، اونا هم خود ذکر نمیگه، پس روح عالم از او کشیده میشه. روح عالم که کشیده شد عالم میمورده و هم سور اسرافیلی روح عالم میکشونه. این 9 علائم کبرای قیامت بود که همگی چیزهایی که گفتیم احادیث پیغمبر خدا علیه السلام مضمون از اون بود که خلاصه از او امارت حضرت مهدی در قدم اول، خروج دجال در قدم دوم، ظهور حضرت عیسی روح الله علیه السلام و کشته شدن خود دجال و برکت‌های زمین دوباره آمدن، این علامت سوم، خروج یعجوج و معجوج علامت چهارم، طلوع شمس از مغرب علامت پنجم، دود و دخانه که به وجود می آید علامت ششم، خسفها و به زمین رفتنهای فرو رفتنهایی که صورت می گیره، یکی در مشرق دیگری در مغرب و دیگری در جزیره العرب. این هفتم دابة الارض هم که 3 بروز داره در صحراهای یمن، در خود طرفهای مدینه منوره یعنی جزیره عربستان مدینه منوره تقریبا، و در بیت الله الحرام به داخل مسجد الحرام به اونجا بروز میکنه. و دیگری هم آتش که در عدن یمن میاد و همگیر میبره به صحرای محشر.
بمونجی وفات میکنن، بمونجی باز هر وقتی که باشه باز پس دوباره یعنی قیامت شروع شده، پس دوباره باز برمیخیزن به خاطر حساب و کتاب. و امیدی که خداوند تبارک و تعالی ما و شما را از فتنه های آخر الزمان بر حذر بداره، مسئول و محفوظ بداره. و دعای پیغمبر خدا علیه السلام، سفارش پیغمبر مبارک اینه که از فتنه آخر الزمان، فتنه دجال شما پناه ببرید به خداوند تبارک و تعالی. و کسی که میخواه مسئول و محفوظ بمانه، اوائل سوره کهف همیش بخوانه تا ای که از این فتنه در امان بماند، طوری که اصحاب کهف از فتنه پادشاه های ظالم در امان ماندن. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.